سوال یکم این که همین یک بابای داملا شنیدم که نامهای الله را الفتح را نوشته میکنین، مثلا میگه او میخین مقصد بود 41 مرتبه العزیز میگه بعد نماز بامداد، یا که 70 مرتبه الرافع میگوید از ستمکارا در امانش. هم خیلی نامهای الله همسال چند مرتبه ای میگیره؟ 11 مثال 70 41 هم خیلی چی میگیره؟ او میگه مثال ذکر کنی هم خیلی ای ظلم و هم چیزا در امان میمونه. همین مثلا روایت ها هم خیلی درست باشد میگم، هم را گفتم بفهمم. به چی نوشته میتیاب؟ نه میگه که می نویسی در اوش میکنی میخری مالی به میگه. چی مینویسید؟ به چی مینویسید؟ نه می نویسی میگه برام قلم کش دارم برواده خیلی در تنه چی مثلا پیاله، یا که 41 مرتبه العزیز میگه بعد نماز بامداد از ظلم ظالم میگه مقصد در امان میمونه. مثلا بعد نماز بامداد خب 41 مرتبه. سوالتون از چند جانب عبارت هست برادر؟ مثلا همین کاغذ به اگر یگان چی نویسته داد، خواه آیت قرآن باشد خواه آن نه دعا باشد، گوش کنید، نویسته داد همین رنگ روچکه کتی مثلا، بعد گفت که همین شتا خور گفت. این بی‌سوادترین آدم است و کدام آدمی که اسلام رو مسخره میکند گویا اسلام هم خیلی کارا میفرماد، او بهتر از این او فرصت کافته است برای طعنه زدن به اسلام. اگر تمام این سو جین یک جایه شود، از این دین مقدس اسلام یک عیبی افته نمیتونه. بعضی ها قرآن ترجمه تاجیکی یک آیتش گرفتی اینو نوشته مانده اینه قرآن شما رو به چی امر میکند؟ تو قرآن طعنه دارد. طعنه به قرآن کفر است. این طعنه سخنی الله از قرآن. در قرآن یک گام ذره خطاگی نیست. تمام اینس و جین اگر یک جای جمع شود به همدیگر یاری کنن که یک خطاگی های یافته نمیتونن از قرآن. خاطراتون رو جمع کنید تا آواره نشوید. این عقل به شما الله داده. شما یک قطره آب بوده، تمام قطره آبم الله آفرید. از همون یک قطره آب الله تعالی شما رو آفرید. امروز شما اکو الله کدی کشاکشی دارید. عقلی پستی خودتون کدی از الله تعالی کم بودی مییابید گویا. یعنی من به اونهای خطاب دارم که تنقید از دین میکنم. خلاصه یگان آدمی علمدار برای ورق با روچکه یا با قلم یگان چی نوشته داده اینش شتا قور نمیگه. این رنگ از این رنگ خورده نمیشه چیزی. هستن مثلا بعض داملاها که به یک طبق چینی یا سفال با رنگ انار مثلا، یا بعضی داملاهای دیدم که با کافی می نویسن. کافی رنگ دارد مثلا. این قلمی که قلمی به معنای یک شاخی درخت گرفته نوگش تیز کرده و رنگ میتکنه، اون رنگی حلال از خورده میشودگی است. مثلا دانه انار را آب کردگی رنگش سرخ است. به طبق سفید می نویسن سوره را مثلا قرآن را. بعد میگن که همین شش خورد کما که آب میریزید آب پاک است، انار پاک است، همش میشوید و میخورید. میگن دلیلش چی؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن الله تعالی ما قرآن نازل کردیم، قرآن شفا است و این قرآن است. اینم خب قرآن اون چیزی که در کتابا نوشته شده است و هم قرآن است. اون چیزی که ما تلاوت میکنیم و هم قرآن است. قرآن شفا گفت. بنابراین خواه ما خوانده به آب صوف کنیم، هوایی که مثلا از تلفظ قرآن پیدا شد یا با نفسی که از تلفظ قرآن به وجود آمد به آب میرسد. خواه همون نوشی، خواه هم تو قرآن به گوشش خوانیم، همه شفا هست. اینش درست است، یعنی چیزی حلال خورد. لیکن رنگ روچکه یا قلم که دی نویسه اینه ششتا خور گفت، هیچ کسی این کپه نمیگود. کسی گفت جاهل ترین آدم است. این یک مثلا. دویم مثلا الفتح فلان مراتبه 44 مراتبه در هیچ جا نآمده است که الله تعالی گفته باشد یا پیامبر صلی الله علیه و آله گفته باشند که کسی الفتح 44 مراتبه گفت اگر فلان فلان بیماری ها شفا. این دروغ است. این خیلی نآمدگی است. باید دلیل لازم است. یا العزیز نام الله تعالی. فقط العزیز گفتن 1000 مراتبه یا 40 مراتبه این معنا ندارد. این شما نه تعریف دارید نه تنقید. همینه مثلا اگر ساده تر کرده گویم فرض کنیم شما گفتید که محمد 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 محمد. خب چکار است محمد؟ این کلمه جمله حاصل نشد، جمله فایده‌ناک حاصل نشد از این. العزیز هم اینچنین العزیز 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 هیچ فایده نشد. یا الله هم بگذار الله 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 چی فایده؟
لا اله الا الله گوید معنا میتید. لا اله گوید آدم کافر میشد. لا اله خدای نیست. لا اله نیست. در زمان کمونیستی لا اله میگفتن، فقط لا الهش میگفتن و الا اللهش نمیگفتن. نیست خدای میگفتن، خدا نیست میگفتن. او الا اللهش گوید معنا ثانی پر میشد. سبحان الله گوید معنا پر میشد. الله پاک است از عیب، از کمبودی، از نقصان. الحمدلله گوید حمد الله معنا میتید. لیکن عزیز و رحیم و فقط 40 بار و 50 بار گفتن این منهج نیست، این علم نیست، این دلالت به جهل ما آدم میکند. با چی گفتید؟ با چی میگوید گفتید؟ عبدالله سوال شما بود. میکروفونتون رو داگران. بله بله استاد. چی گفتید؟ سوالش چی بود؟ همین سوالای نو پرسیدگی را بگم. کلمتون رو گوید. چی میگفت؟ الرافع رو بعد از نماز بامداد بخونید 70 مرتبه از ظلم کارا در امان میمونید. نقص الفتاح گفتید؟ وای را نوشته کنید میگه. بله بله هم خیلی الفتاح رو نوشته کنید میگه. انا العزیز رو 41 مرتبه بعد از نماز بامداد خونید از ظلم ستمکارا در امان. این قاعده همش دروغ است. بعد نماز بامداد 41 مرتبه اینو دلیل طلب میکنه. بعد از تهجد خیلی دیگر برای چی بعدی بامداد؟ برای چی بعد عصر نه؟ برای چی ساعت 12 نه؟ دلیل در کار برای این. بنابراین این گپا آدمی بی سواد گپش. کسی علم قطعی گپ میزند میگوید که الله تعالی در سوره فلان آیتی فلان گفته است، در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله چنین گفتند، بیان میکنند. خاصتا وقتی که دلیل طلب کرده میشد. الله تعالی گفت که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بگو که با آدمی که یاوه‌گو هست بدون علم گپ میزند بگو که هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر شما در همین دعواتون در همین گپتان راستگوی باشتون دلیل بیارید. هاتوا برهانکم، دلیلاتون رو پیشنهاد کنید. علم قال الله قال رسول الله است. علم الله گفت، رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن. بله میگوید مثال صحابه ها از همین آیت چی فهمیدن، تابعین از علما چی فهمیدن. اجازت است بعد اینکه سخن الله و رسول را آوردید همچون شاهد با سخن دیگران را هم ذکر کنید.